موارد ایران بهتره یا افغانستان؟ بهترش اولی فیلم و سینما. افغانستان فیلمایی داشته که به سطح بین‌المللی هم رسیده باشه، ولی ایران. بعدی موسیقی، قطعا موسیقی ایران هم از نظر کیفیت هم تنوع خیلی بالاتره. بعدی دانشگاه، از نظر رتبه‌بندی جهانی ایران دانشگاه‌های معتبرتری داره ایران. بعدی فوتبال، از هر لحاظ که نگاه بکنیم ایران خیلی جلوتره ایران. بعدی اقتصاد، اینو شما بگین، من فقط قیمت یک افغانی واحد پول افغانستان رو میذارم. بعدی بازی کامپیوتری که برای اولین بار ایران تو این کاتگوری یک کشوری شکست میده. بعدی غذا، دیگه ما فرانسه ایتالیا رو زدیم این کاتگوری رو به نام ایران ثبت کنیم کلا ایران. بعدی تاریخ، افغانستان تمدن مهمی داشته ولی 100% ایران با اختلاف مشخص. بعدی تکنولوژی، فکر می‌کردین روزی برسه که پیشرفت ایران تو تکنولوژی از کشور دیگه بیشتر باشه؟ بعدی جاهای دیدنی 100% ایران و متاسفانه افغانستان به خاطر امنیت و اتفاقات اخیرش خیلی هم کم میرن ببینن حتی. بعدی ماشین، شاید جالب باشه، از لحاظ تولید ایران میزنه ولی از لحاظ واردات و کیفیت و ارزون بودن افغانستان. بعدی تیپ و استایل، افغانستان هنوز بافت سنتی داره ولی ایران از نظر تنوع و بروز بودن خب خیلی جذاب‌تره. و در نهایت برای زندگی من میگم ایران. شما هم بنویسین.